این چراغچه کابوس همه مزدا تیری سواراست که باید با کمترین هزینه برطرفش میکردن. بعد از تحقیقات بردمش پیش متخصص لازم، اما قبل از اینکه مشکل چراغچه بخواد حل بشه مشخص شد منیفولد داره هوا میکشه و اورینگاش خراب شد. پس همون رو زنگ زدم بازار و یه دسته کامل اورینگ منیفولد خریدم به 280، یه اورینگ آی جی آر اصلی مزدا به 750 و یه اورینگ دریچه گاز هم خریدم به 400,000. چراغچه که ماشین با خطای غلظت سوخت روشن بود که آقا مالک برای برطرف کردنش راهکار جالبی ابداع کرد. غلظت سوخت رو به کامپیوتر آوردیم پایین. این ماشین چون عمرش زیاد شده درصدی که کامپیوتر میخواد موتور نمیتونه بشه. پس کامپیوتر ماشین باز شد، برنامه جدید گرفت و بسته شد به 1.5 اجرت. اون طرف هم ما بعد از شستن اساسی منیفولد اورینگا رفتن سر جاشون و بسته شد. اورینگ دریچه گاز هم عوض شد و اجرت کل باز و بست کامل منیفولد شد 800. در نهایت زیربندی ماشین یه آچارکشی کامل شد و دست موتور زیر به درخواست من یه باز و بست چون هیچ مشکلی نداشت عوضش نکردم. 1 تومن هم شد اجرت آچارکشی و باز و بست. این مزدا تیری اینجا در حال نوسازیه، بمون تا با هم جمعش کنیم.